سلام، خوش اومدین به این قسمت آموزشم. مرسی که تا اینجا دنبالم کردین. بچه امروز میخوام مبحث سبکسازی مواد رو بهتون آموزش بدم. ممنونتون میشم اگه لایک هم کنین، سابسکرایب هم کنین، زنگوله رو فعال کنین تا از هر ویدیویی که میذارم جا نمونیم. بریم واسه شروع آموزشمون. خب این آموزشمون راجع به سبکسازیه. میخوام بهتون بگم که سبکسازی چیه، کجاها ازش استفاده میکنیم و روش‌های مختلف سبکسازی. بچه‌ها سبکسازی یکی از مبحث‌های خیلی مهم توی لاین احیا و کراتینه که اگه به درستی اینو انجام ندین باید منتظر یه کار ناقص باشین. خب حالا سوال پیش میاد که کجاها ما باید این سبکسازی انجام بدیم. بچه شما تو دو حالت میتونید سبکسازی انجام بدین. حالت اول وقتی بیس موادتون سنگین و چرب باشه و حالت دومش موقعیه که شما مواد رو بیش از اندازه روی مو گذاشته باشین. تو این دو حالت بعد سبکسازی کنید. حالا سبکسازی به چه صورتی انجام میشه؟ روش‌های مختلف داریم. اولی سبکسازی با آبه. مشتری رو میبرین به سرشور، میخوابونین. اگه مو بلند باشه به مدت 4 ثانیه آب رو به تمام نقاط مو میگیرین. بچه یه جوری بگیرین که همه جاش یکسان آب گرفته بشه. اگه مو کوتاه باشه 2 ثانیه. بعد از اینکه آب کشیتون تموم شد با دستتون آب اضافه اون مو رو میگیرید. بچه من این روش رو به شمایی که اول کارتونه توصیه نمیکنم. بذارین یه ذره کار کنین، یه ذره تجربه به دست بیارین، بعد این روش رو امتحان کنید. روش بعدی سبکسازی اسپری آب و شونه. شما مو رو لاین به لاین جدا میکنید، اسپری آب رو پاف میکنید رو اون لاین و با شونتون 3-4 بار اون مو رو شونه میکنید. اضافه موادتون هم با یه دستمال یا با یه دونه حوله بر میدارین، میرین لاین بعدی. یه روش دیگه که میتونین سبکسازی کنین روش حوله و بازم شونه. حوله رو خیس میکنین روی یه لاین از مو، بازم مو رو در این لاین جدا میکنین، حوله با حوله خیس اینجوری میکشین توش، بعد دوباره اونم 3-4 بار شونه میکنین. خب این قسمت مو سبکسازی مو بود که من همه نکاتشو بهتون گفتم. فکر نمی‌کنم چیزی جا مونده باشه. اگه چیزی جا مونده باشه دقیقش توی جزوم و یا توی کانال تلگرامم براتون میذارم. خب این قسمتمون هم تموم شد. امیدوارم که دوست داشته باشین. مرسی که تا اینجا دنبالم کردین. تا قسمت بعدی، خداحافظ.